به نام خداوند جان و خرد. رادیو مهر تقدیم می‌کند برنامه‌ای که در آن می‌شنوید صدای بارش باران بهار و احساس می‌کنید بوی نمی خاک را. کاشانه مهر. کاشانه مهر، جایی که در آن روح تازه می شود و زندگی با همین فراز و نشیبش جریان دارد. همراه ما باشید تا بر روی زندگی لبخند بزنیم. کاشانه‌تان پرمهر. سلام بر شما همراهان گرامی رادیو مهر. پدران و مادران عزیز، امیدوارم سلامتی شما و فرزندان عزیز و نور چشمانتان همیشه خوب باشد و خانواده‌تان و کاشانه‌تان آباد. یادآور می شویم که در این برنامه روی سخن ما با شما است. امیدوارم سلامتی شما و فرزندان عزیز و نور چشمانتان همیشه خوب باشند و خانه و کاشانه‌تان همیشه آباد. سؤال این برنامه این است که بهترین روش تربیت کودک از نظر قرآن کریم چیست؟ بیگمان بهترین روش تربیت که مبتنی بر شناخت حقیقت انسان و نیز شناخت روحی روانی راه وحی است و قرآن کریم آیین تربیت را برای کل بشر معرفی کرده و پیشنهاد داده است. در سوره اسراء آیت 9 آمده است که همانا این قرآن مردم را به راست‌ترین و استوارترین راه هدایت می کند و مؤمنانی را که کارهای شایسته انجام می دهند به ثواب بزرگ بشارت می دهد. اگرچه در قرآن کریم به طور اختصاصی روش تربیت کودک بیان نشده است، لیکن این مطلب از درون برخی از آیات و داستانهای قرآن به زبان نمایان می شود. به نظر می رسد خداوند متعال به عنوان رب العالمین با زبان قرآن راستی و صداقت و دیگر فضیلت‌های انسان را به عنوان کاملترین برنامه‌های تربیت در اختیار بشر قرار داده است. مثل پرهیز از هر گونه تبعیض و برتری دادن بین فرزندان، همان طوری که در داستان حضرت یعقوب و حضرت یوسف آمده است که به دلیل در ظاهر برتری دادن به یکی از فرزندان حتی پیغمبر خدا هم ممکن است مورد امتحان و عتاب قرار گیرد. اینچنین می توان به نصیحت‌های حضرت لقمان به پسرشان اشاره نمود که در قرآن و روایات در مورد زیادی در موضوعهای گوناگون از جمله در باب اخلاق و ادب و حکمت نمونه‌های زیادی دارد.
یا مثال دیگر رفتار حضرت صالح که به کودکان نشان می دهد چگونه با حیوانات با مهربانی رفتار کنیم و داستانها و عبارتهای دیگر می تواند در این زمینه نام برد که در قرآن نمونه آن زیاد است. به امید پیشرفت‌های خوب و زندگی بهتر با شما خداحافظی می‌کنیم و همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم.